روزها و ماهها همیشه با حرف کلان نوشته می شوند. عید الفطر، عید سعید فطر. نوروز، عید نوروز. سلام علیکم تماشابینان عزیز، خوش آمدید به کانال ما انگلیش کده. امروز می خواهم با شما درباره روزهای هفته، ماهها و یک چند چیزهای دیگر صحبت نمایم. بیایید رفتیم. Days of the week، روزهای هفته. Sunday، یک شنبه. Monday، دوشنبه. Tuesday، سه شنبه. Wednesday، چهارشنبه. Thursday، پنج شنبه. Friday، جمعه. Saturday، شنبه. بیایید ماه‌ها رو با زبان انگلیسی میگوییم. January، ینوار. February، فوریه. March، مارت. April، اپریل. May، می. June، ایون. July، ایول. August، آگوست. September، سپتامبر. October، اکتبر. November، نوامبر. December، دکبر. فصلهای سال. Seasons: Summer، تابستان. Autumn، تیر ماه. Winter، زمستان. Spring، بهار. Special days، روزهای مخصوص یا birthday، روز تولدتان. عید الفطر، عید سعید فطر. عید الاضحی، عید سعید قربان. New Year's Day، سال نو. International Women's Day، روز بین المللی زنان. Constitution Day، روز سرقانون. Independence Day، روز استقلالیت. نوروز، عید نوروز. روزها و ماهها همیشه با حرف کلان نوشته می شوند. Monday، not Monday. یکی ماهها January، not January. روزهای هفته همیشه با پیشویند آن و ماهها باشد همیشه با پیشویند این استفاده برده می شوند. برای مثال on Friday، در روز جمعه. not in Friday. یا که برای ماهها in January، not on January، در ماه ینوار. دوستان، در ویدیوی آینده من به شما درباره پیشویندهای این، آن، ات که هر سه‌اش در زبان مادری ما به معنای در ترجمه می شوند و فرقیت بین آنها موجود دارد با شما خواهم شرح داد. خوب زبان آموزان عزیز، باور دارم که از این ویدیو کمی هم باشد یگان چیز آموختید و اگر یگان سوال ها و پیشنهاد ها باشد حتما در شرح بیان نمایید. باقی سلامت باشید. در امان خدا.